هر زمانی که در مورد سوالات که در رابطه به خودت پرسان کرده از خودت کاوش نازنین برادر ما غمخور، باز 4 دقیقه شما شروع میشه. قبل از او اگر شما کدام گفتنی دارین بفرمایید. ما تایم شما را آن نکردیم. بسیار عالی و قشنگ. ببینید عزیزان، مسلمانان وقتی در برنامه می آیند به جای اینکه بیاین با کتابهایشان از دینشان دفاع کنند، به جز حمله شخصی دیگر چیزی نداره. مثلا یکی از مثالهای زنده، ایشان برنامه را پیدا کردن که عالمه دروغگو بودن تو را ثابت میکنه. مبحث برنامه چی است؟ اسلام. حالا میریم به موضوع ابوذر غفاری که ایشان گفتن ما نداریم چون این چیزی را. اگر در موضوع ابوذر غفاری معذرت، اگر سر بحث غمخور برادر محمدی من خیرت شروع میکنم 4 دقیقه. حالا من موضوع سوده را اول بگم چون اینا یک لحظه عزیز من موضوع سوده را اول پس ما بگویم، بعد میایم بالای موضوع ابوذر غفاری. بسیار خوب. ببینید دوستان عزیز، ما دوباره کمره ما دور نمیتونم، میریم به همون روایت صحیح مسلم که میگه سوده نتانسته بود تا پیش توالت بره، از نصف را برگشته بود چون عمر گویا اونجا کمین زده. ایشان میگن که نرفته بود سوده توالت. چرا؟ چون گفته بود که برگشته. ما وقتی میگیم من بیرون رفتم و من تا دکان رفتم بیرون رفتم برگشتم، به این معنی نیست که من تا دکان رسیدم. مالکشی و دروغگویی اندازه و حد داره. ببینید دوستان عزیز، از عایشه روایت است، برای بار سوم روایت را برایشان میخوانم. از عایشه روایت است که گفت همسران پیامبر شبنگان برای قضای حاجت بیرون می آمدند و به مناصع می رفتند. مناصع زمین گسترده و فراخ بود. عمر به رسول خدا عرض میکرد که چیکار کو؟ همسرایت را بگو حجاب کنن. چرا؟ چون حجاب صرف به خاطر چی بوده؟ به خاطر توالت رفتن بوده. در هیچ مورد دیگه عمر نیامده پیش محمد که گفته باشه بابا جان بگو که حجاب کنن، ما چهره اینها را میبینیم. یعنی مشکل عمر با چهره نبوده دیگه. اگر مشکل با چهره می بود عمر تنها وقت توالت رفتن شکایت نمیکرد. حالا اینها کوشش میکنن خودشون را به کوچه اصلا چپ بزنن. مشکل اساسی چی است؟ در مورد توالت رفتن است. موضوع قضای حاجت است. اگر مشکل چهره می بود اونجا باید میآمد میگفت که من چهره همسرایت را بارها دیدم، تنها در وقت توالت رفتن چهره سوده را دیدم. باوش با عرض معذرت، حال خودت او برادر ما هستن، اونا ثابت نتونستن که به فرض مثال در رابطه با چهره است و چیز، اینا شما ثابت بسازین در کدام حدیث و قرآن شریف یا است که مشخص در رابطه با باسن کسی صحبت. بسیار خوب، واژه باسن نیامد. حالا استدلال نیامده، شما لطفا دیگه از ذهن خود که خب حالا استدلال منطقی شما اجازه بدین که من زمانی را که دارم، خب اگر اشتباه میکنم بعد میگیرن اشتباه را دیگه. اونا باز از ما پرسان میکنه که ما نبودیم در غیاب ما. خب ببینید حالا استدلال منطقی در کجاست عزیز برادر؟ استدلال منطقی، خب تا وقتی که این زن توالت نرفته حجاب نیامده، چرا در توالت رفتن این زن حجاب آمده؟ مشخص است که کجا را دیده دیگه عزیز من. منطق که داریم، ما شعور که داریم. اگه صحبت کنم باز مرا زیر سوال میبری که نه خب من مجبور هستم. حالا مسئله منطقی است. تا وقتی که مسئله توالت نبوده چرا نگفته که زنهای تا حجاب بگو که حجاب کنه؟ چرا؟ به خاطر که اینجا مسئله چهره نیست دیگه عزیز من. اینجا مسئله قسمت‌های دیگر بدن هست. چهره از کجا شد؟ خب امیر ثابت بساز برای بیننده ها بگو که مسئله خب منطق ایجاب نمیکنن. خب دوستان قضاوت میکنن جمیل جان، من قرار نیست ثابت کنم، تا دوستان قضاوت توالت میره میریم به طرف به این معنی نیست که حتما رفته یک نفر اموجش میبینه. خب حالا دیگه دوستان خودشان قضاوت میکنن. میریم به طرف ابوذر غفاری. این حال تایم شما خیلی شروع میشه. در 1 دقیقه و 17 ثانیه جواب او برادر ما. و برنامه به این اساس نیست که من فقط سوال به ایشان جواب بدم. ایشان اینجا مستقل نیستن. یک سوال ابوذر غفاری را کردن برایشان جواب میدم، بعد من سوال میکنم. بله یک سوال یک سوالشان را جواب میدم، یک سوال من را جواب بدن. بعدن قرار نیست که من اینجا زیر سوال قرار بگیرم و سوال از اینها نکنم. از تایمتون اگه اونا استفاده کرد باز تایم از شماست مقصد. بله بسیار عالی. خب عزیزان دل، ایشان میگن که در کجای طبقات ابن سعد آمده این مسئله. حالا تنها طبقات نیست، من چند تا کتاب برش میگم. حالا میریم از طبقات. دوستان نهایت نازنین و بزرگوار، محمد ابن سعد کاتب عمر واقدی، کتاب طبقات جلد 4. میریم به کدام صفحه؟ میریم به صفحه 200. قسمی که من گفتم صفحه 200 گفتم حتی به گویش مردم عزیز ایران. جلد 4 صفحه 200 در مورد مسلمان شدن و زندگی ابوذر غفاری به زبان فارسی. محمد ابن عمر واقدی از ابوبکر ابن عبدالله
از ابی سبره، از یحیی ابن شبل. اگر اسمها را بدون فتحه و کسره و ضمه اشتباه میخورم دوستان معذرت مرا بپذیرند. از خفاف ابن ایما نقل میکند که میگفته است، ببینید دوستان عزیز، ابوذر نخستین مرد راهزن بود، راهزن، دزد، و سخت شجاع بود، یعنی در دزدی، آنچنان که به تنهایی رهزنی میکرد و هنگام سپیددم بر گله ها هجوم میبرد و غارت میکرد، دزدی میکرد و بر پشت اسب خود میگریخت، یا چنان پیاده میدوید که گویی یوز پلنگ، یعنی مانند پلنگ دزدی میکرده، گویی یوز پلنگ است، و گاه به قبایل شبیخون میزد، به قبایل دیگران، و هرچی میتوانست میگرفت، مال دیگران را میگرفت. خداوند مهر اسلام را بر دل وی افگند و چون شنید پیامبر مبعوث شده است به مکه رفت و پیامبر در آن هنگام پوشیده مردم را دعوت می‌فرمود و او نخست در صدد برآمد کسی را پیدا کند تا او را به حضور پیامبر ببرد. ایشان گفتند ابوذر غفاری دزد نبوده، رهزن نبوده و دزدی نمی‌کرده، در کتاب طبقات ابن سعد نیامده. عزیزان دل، این کتاب طبقات ابن سعد نیست؟ این کتاب طبقات ابن سعد نیست؟ محمد ابن سعد کاتب واقدی، عمر واقدی این کتاب را ننوشته؟ من نگفتم در صفحه 200 آمده این مطلب؟ این صفحه 200 نیست؟ من نگفتم ابوذر غفاری مسلمانی بود که دزدی میکرد، رهزن بود؟ حالا ببینین عزیزان، من که همیشه برای شما میگم برای دفاع از اسلام چند راه وجود داره. یا باید حالا بیاین بگین بریم به متن عربی روایت، باید روایت عربی باز کنیم. مسلمان شدن ابوذر بود، بعد از مسلمان شدن من قبل از مسلمان شدن گفتم عزیز دل من، اجازه بدید عزیز من قبل از مسلمان شدن گفتم برای دوستان عزیز ما، جان دل من، گفتم مسلمانانی که افرادی که آمدن مسلمان شدند گذشته دزدی و رهزنی داشتند از قبیل ابوذر غفاری. شما حرف مرا تحریف نکنین، برنامه ضبط شده. آیا ابوذر غفاری قبل از ایمان آوردنش به پیامبر دزد بود؟ بله. آیا آقای غمخور گفت که من دروغ میگم که این دزد نبوده؟ بله. ایشان اجازه بدین ثابت کنه از کدام کتاب میگن که ایشان دزد نبوده و شغلش را برای ما معرفی کنه. شغل ایشان را برای ما معرفی کنه اگر دزد نبوده. تشکر.